ګلونو په ګیدیو مې ګیدی نور بدلی خپل هیواد مې راغولی خپل هیواد مې راغولی به نام خداوند بخشاینده و مهربان، بیننده های عزیز تلویزیون ملی افغانستان و دوستداران برنامه میهن من، راپورتاژ ویژه پیرامون فضیلت و جایگاه عید سعید فطر از دیدگاه دین مبین اسلام و همچون رسم و رواج‌های مردم ولایت بغلان تهیه کردیم تا اخیر ما را همراهی نمایید. عید فطر یکی از بزرگترین اعیاد مسلمانان است. عید فطر از دو واژه گرفته شده است. واژه عید به معنای رجوع و برگشتن است و فطر به معنای آفرینش، ابداع، سرشت و صفتی است که هر موجود در آغاز خلقتش داراست. از این رو میتوان عید فطر را به معنای بازگشت انسان به فطرت الهی خویش دانست. این تکامل در پرتو جهاد با نفس اماره و در سایه تهذیب، تزکیه و بهره‌وری از فرصت‌های ناب به دست می آید. لذا عید فطر مهمانی عظیم خداوند جل جلاله برای بندگانی که یک ماه را با دستور الهی در طول روز از خوردن و نوشیدن امتناع کرده و توانسته در طول این یک ماه تقوا را کسب کند و با موفقیت از این آزمون سخت خارج شود. د اختر ورځ هغه ورځ ده چې رب العزت جل مجدو خپلو بندګانو ته چې روزه یې نیولې ده هغه اجر و پاداش و عوض ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي واسه وخت د اختر ورځ او مسلمانان چې یوه میاشتې روزه نیولې ده دوی عیدګاه خواته روانیږي چې د اختر لمونځ وکړي. نو دلته رب العزت جل مجده په ملکو باندې افتخار کوي او ملکو ته وایي چې یو وخت ما تاسو سره مشوره کوله په خلقت د آدم علیه السلام کې او تا ویل چې د دوی اولاد به وینې تویوي او فساد فی الارض به کوي. لکن نن ګوره چې دغه د آدم علیه السلام اولاده روانه ده عیدګاه ته د لمانځه لپاره او له ما نه د ګناهونو مغفرت غواړي. نو ملکو ته وایي رب العزت چې ملایکه کرامو هر هغه شخص چې هغه مزدوري کړې ده نو یوازې مزدوري باید شوي وایي مکمل مزدوري باید ورکړل سي. بیا رب العزت جل مجده قسم په خپل جلال باندې، په خپل عظمت باندې، په خپل کبریا باندې خوري چې ای ملکو تا شاهد اوسئ، قسم یې زما په ذوالجلال وي، په کبریا وي چې دغه بندگان زما چې رسول مبارک امت ته دوی راغلي دي عیدګاه ته او اوس د ګناهونو د مغفرت غوښتنه کوي او خپل هغه عوض او بدل ما څخه غواړي د یوې میاشتې زه مکمل اجر او پاداش ورکوم، مکمل مزدوري ورکوم او مکمل مزدوري دا ده چې دوی ټول ګناهونه معاف کوم، ګناه به مکمل معاف وي. د رسول فرمایي وایي څه وخت دا خلک مونځ وکړي او بیرته کورونو ته ځي په داسې حال کې به ځي چې ګناه به بالکل دوی په وجود باندې نه وي. یوه موضوع. دوی موضوع د اختر ورځې دا په شریعت کې لوی اساس لري. دوه ورځې وې د جاهلیت په وخت کې چې هغه به تجلیلیدلې چې یوه د نوروز اوله ورځ وه او دویم د مهرنجان اوله ورځ چې د میزان اوله ورځ ده د دې تجلیل به کېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته ځي دا تجلیل روانو. صحابه کرام نه پوښتنه وکړه چې دا ولې دې تجلیل کېده؟ وایي ځکه دا د جاهلیت زمانې څخه دا دود او رسم رواج و دې تجلیل به کېده. رسول الله ته وفرمایل چې بعد له دې نه به دوه ورځې تجلیلیږي او دوه ورځې د خوشحالۍ ورځې موږ لپاره دي. رب العزت هغه دوه ورځو په عوض باندې دا دوه ورځې مسلمانانو ته نصیب کړي دي چې هغه یوه د واړه اختر ورځ ده او بله د لوی اختر ورځ ده. نو کوم مسلمانان چې هغوی روزه نیولې ده او ډېر په زحمت تکلیف باندې نیولې ده او دوی روانیږي عیدګاه ته او دوی د اختر خپل لمونځ کوي نو رب العزت به ټولې ګناه ورته معاف کوي. بدون شک وقتی که مسلمان ها در یک ماه مبارک رمضان روزه میگیرند، در یک ماه مبارک رمضان طاعت و عبادت های زیاد میکنند و در آخرین ماه مبارک رمضان روزی به نام عید سعید فطر هست که این روز از فضیلت ها و از حکمت های بسیار زیاد نهفته است که در این روز دقیقا این روز به نام روز وحدت مسلمان ها نیز نامیده میشه که در این روز شما ببینین همه مسلمان ها در اطراف و اکناف دنیا با یک نعره تکبیر، با یک الله اکبر نماز ادا میکنن
شاید در این نمازی که در یک روز ادا میشه میلیون ها، یعنی شاید یعنی 2 میلیارد مسلمانی که در جهان هست، یعنی اینا به یک الله اکبر ببینین در سجده میروند، به یک الله اکبر در رکوع میروند، به یک الله اکبر اینا به مراسم دینی و نمازشون ادا میکنن که خود یک منبع خوف رجا برای کفار است و این میانگر اتحاد و وحدت ما مسلمان هاست که اینا کفار متوجه از این مسئله میشه که مسلمان ها با یک لفظ الله اکبر، ببینید 2 میلیون مسلمان با یک فرمان الله اکبر قیام میکنن، قدم میکنن، سجود میکنن و اگر مسلمان ها در حقیقت اتحادشان و انسجامشان حفظ شود، اینا یقینا که کفار هم باز از این ناحیه خوف زیادی داره. و در کل عید سعید فطر یک روز خوشی، یک روز خوشحالی، یک روز خرسندی، یک روزی هست که دقیقاً آزادی است برای مسلمان ها که در این روز میتونن که آزادانه لباس بپوشن، آزادانه طعام بخورن، آزادانه در خانه های یکدیگر رفت آمد بکنن، آزادانه به یکدیگر تبریک و مبارکباد بگن و آزادانه به یکدیگر طعام بتن که دقیقاً روز خوشی، خرسندی و خوشحالی مسلمان هاست، جایگزین روز نوروز عید کفار است. فضیلت های عید زیباترین روزهایی که مسلمان ها در او روز جشن بگیرن، گردی هم با هم جمع شوند، از حال یکدیگر با خبر شوند، عید سعید فطر و عید سعید اضحی است. اما این عید مبارک تنها این عید برای از این نیست که ما لباس جدید بپوشیم، خدا آرایش بتیم، به صحنه ها بروشیم، تفریح بکنیم. عید برای کسی است که او از عذاب پروردگار خود امین ساخته باشه. به این معنی که در این ماه مبارک رمضان که همان طوری که جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در فضائل ما فرموده بود که شهر اوله رحمت و اوسطه مغفرت و آخره عتق من النیران، که ماه مبارک رمضان ماهی است که اولش رحمت است و اوسطش مغفرت است و دهه آخرش خلاصی از آتش جهنم است، که به این معنا که عبادتی ما انجام داده باشیم. خدای توفیق و توانایی را برای کافه امت مسلمه بخش الله منان برای ما نصیب کرده باشه که شامل رحمت پروردگار، شامل مغفرت پروردگار و شامل خلاصی شده برائت از آتش جهنم گردیده باشیم. زمانی که روز عید میشه، یک حدیث پیامبر بزرگوار اسلام است که یکی از فضایل و ویژگی های این زمانی که یا به نماز عید میرن مسلمان ها، حتی الله متعال به اجتماع انسان ها، به اتفاق انسان ها که گردی هم با هم جمع میشن، میبالا و افتخار میکنه، با ملائک مثلا ملائک مخاطب قرار میده، میگه چیست مزدی کسانان اجیری که او کاری خود انجام داشتن، پاداش از یا چی است؟ پس ملائک در جواب میگن پاداش است که بعد از مزد و پاداش از یا اجره از پوره داده شد برش. بس میگه شما ببینید که بندگان من از اطراف اکنام با هم جمع شدن، تکبیرگویان، با عذر و نیاز، با تضرع، در حالی که امر خالق خود که عبارت از نماز بوده، روزه بوده، کامل گرفتن. پس پاداششان است که شما شاهد باشین، گواه باشین، همه یزیا را من مغفرت میکنم. حتی زمانی که نماز میخونه کلی میگه مغفور و رحمت کرده شده، بخشیده از جانب پروردگار، بخشیده شده، کل به طرف خانه‌شان عود میکنه. در حقیقت یکی از ویژگی ها و فضایل عمده عید سعید فطر است. اولتر از همه عید سعید فطر به تمام امت مسلمه در هر کجایی که هستند، در هر کشور هستند، داخل کشور و یا بیرون کشور، در هر کجایی که باشند، عید شما مبارک. امیدوار هستم روز خوب و خوشی را سپری بکنین و ایام عید را به همراه عزیزان و دوستانتان به خوشی خوبی و به آرامش کامل سپری بکنین. بله، درباره فضیلت روز عید قبل از اینکه درباره فضیلت چیزی اشاره بکنم، خوشا به حال اون برادران و خواهران ما که در هر کجای هستند، ماه مبارک رمضان را عبادت کردن، روزه گرفتن و شبهای طاق را شب زنده‌داری کردن. زمانی که اینایی که عبادت میکنن روز عید فرا میرسه، عید وقت نماز عید را میگذارن، بعد از برآمدن پروردگار گناههای اینها را معاف کرده، با تمام پاکی گناهانشان به سوی خانه هایشان برمیگردند. خوشا به حال اون برادر و خواهر که گناهشان معاف شده و پشیمان از گناهان بر بگردند. بله، اگر برادر من و یا خواهر و هر مسلمان شاید کسی باشه روزه نگرفته باشه، شاید نماز درست نخوانده باشه، باز هم در توبه برایشان باز است، خوشی برای همه است، رحمت الله بیکران است. بار دیگر پشیمان باشند و سال بعدی خداوند
فرصت برایشان عنایت بفرمایید. همزمان با طلوع آفتاب باشندگان ولایت بغلان همه با شور و شادی نخستین روز عید سعید فطر را آغاز می کنند و بزرگان خانواده فطره خود را به فقرا می دهند. همچنان در اول صبح نخستین روز عید سفره های عیدی را نیز پهن می کنند و روزهایشان را افطار می نمایند. و پس از آن با پوشیدن لباس های نو اکثر خانواده ها به صورت گروهی به سمت مساجد رفته و نماز عید را که خود نماد وحدت و همدلی مسلمانان است ادا می کنند و برای پیروزی اسلام و نابودی دشمنان اسلام به بارگاه خداوند متعال دعا می نمایند. پس از برگزاری نماز عید با دوستان و اقارب دید و بازدید کرده و عید را تبریک می گویند و پس از آن به سمت منازل خود رفته و در برخی موارد مستقیم به منازل بزرگان خود جهت تبریکی عید و ادای احترام می روند. آره بیننده های عزیز تلویزیون ملی افغانستان، مردم ولایت بغلان که از اقوام مختلف تشکیل شدند در ایام عید فطر رسم و رواج های متفاوتی دارند و هر قشر با توجه به توانمندی اقتصادی و فرهنگ و سنت هایشان عید را تجلیل می کنند که یک جا از زبان باشندگان این ولایت سفره هایی که در روزهای عید در شهر و روستاهای این ولایت پهن می شود می شنویم. انواع کیک است، کلچه است، چاکلیت است، میوه خشک است، انواع نخود، کشمش، بادام، پسته، انواع مختلف است دیگه. هر چیزی که به نظر به ما چیزی که ضرورت داره میگیرن دیگه. بله رسم رواجش جای قوم، خیش، خانواده تا بالا چکر میرن، میمونی دارن دیگه. کاکاست، ماماست، تا بالا میمونی میرن دیگه. سفره های عیدشان کیک کلچه می باشند دیگه. انواع میوه خشک هستند از قبیل پسته و بادام این چیزا و غیره. رسم و رواجشان بسیار خوب می باشند. رسم و رواجشان زیادتر کیک کلچه می باشند. رسم و رواجشان رسم رواج پسته است، بادام است، کشمش است، سه چهار قسم کشمش است، سمیان است، کاجو است، خسته کدوست است، شورش است، بینمکش است، مغزش است. این است. بله این رواج افغانی است دیگه. خدا طبعا دیگه. دید باید از اقوام اقارب خویشاوندان داریم میره الحمدلله. کلی دارن میره. کلی ما شما داریم. والا دغه په حساب د میوې وچه میوه ده، مثلا پسته و بادام او کلچې و دغه شیان دي زیاتره همدغه و دا بالکل یو سړی ځي راځي اختر مبارکۍ لپاره د اختر ورځې دي، خلک خوشحاله دي او انشاءالله ډېر په ښه فضا کې تېرېږي. جنگ جدل دا شیان نشته، آرام دي خلک. مردم ولایت بغلان، مردم شریف ولایت بغلان فرهنگ مردم افغانستان عموما یک فرهنگ است، اما هر ولایت با خود فرهنگ جداگانه داره. فرهنگ مردم ولایت بغلان دسترخوان تا آور میکنند. کیک و کلچه است، چای است، می شیرینی بابت از چیزایی که خوراک بابت دیگه، مثلا از میوه‌جات تازه است. میوه هر فصل دیگه با خود میوه داره دیگه، بامو میوه دسترخوان خود هموار میکنند. طبیعاً که در روز عید روز یک خوشحالی است، با دوستان با خویشاوندان با همسایگان خود دید و بازدید میکنند، خانه گشتک میکنند. به اصطلاح ما که همه دوستا با خانه هم دیگر میرند، بازدید میکنند از خانه های هم دیگر و احوال پرسی میکنند، ایام شریفی میکنند در روزهای عید دیگه. این معمولا یک فرهنگ تمام مردم افغانستان است و به خصوص مردم ولایت بغلان. روزهای دیگه جلیبی هم یکی از شیرینی‌هایی است که مردم از او استفاده میکنند، روزهای زیادتر میبره مردم. خوب است در روزهای دیگه که دید بازدید مردم زیاد داره دیگه. خانه دوستان دی بالا خیشا قوما زیاد رفت آمد میکنه روزهای. حال لباس افغانی از وقت که زیاد شده، چرا که مردم فعلا هم لباس افغانی لباس رسمی هم است دیگه، از این استفاده میکنن دیگه. کارمندا و بچهای مکتب دیگه، دکاندارا زیادتر لباس افغانی زیاد معمول شده. حالا فعلا زیاد رواج است. فعلا همین جوانا زیادتر همین لباسای چمکدار و دیزاین‌دار و یعنی همین لباسایی که به نام قریشی یاد میشه و این بخیادارا را اینا رو بسیار خوش میکنن، علاقمندی زیاد دارن. یعنی ساده و قدر کس نمیپوشه. اون کسایی که سن بالاتر دارن اونا ساده انتخاب میکنن، جوانا مکمل از همین لباسای بخیادارا از اینا انتخاب میکنن. علاقمندی بخی زیاد شده، چون فعلا بازار کت شلوار چیزا بند است. فعلا این لباسا رو مردم بسیار به شوق چی میپوشن دیگه. دقیقاً در حقیقت ما
در طول یک سال دو عید داریم، یکی عید سعید فطر است و دیگر عید قربان است. در عید سعید فطر در حقیقت سفره های اینها میوه‌جات می باشد، معمولا میوه‌جات هم میوه خام می باشد، هم از قبیل کلچباب و شیرینی‌باب و میوه‌جات تازه از قبیل سیب و انار. قسمی که برای همگان معلوم است دیگه، سال دو بار عید میایه و هر جای از خود مثلا رسم و رواجایی داره و اینجا عین شکل رسم و رواج داره. مردم به خانه های یکدیگر می روند، امو سفره پهن میگن، از امو استفاده میکنن. از سوی دیگر عید فطر امسال در فصل بهار آمده است. باشندگان ولایت بغلان به خاطر هرچه زیبایی های سفره های عیدیشان گل های زینتی نیز خریداری میکنند تا عید فطر امسال را به شکل اساسیان جشن بگیرند. از بهتر از گلای فصلی استفاده زیادتر میکنن. از مرسل که در داخل های اولیشان میشانن و در بیرون میشانن، بسیار یک رنگ زیبایی خاص خود داره. ما شمالی از قندوز، از مزار شریف، از کابل، از جلال‌آباد، حتی هن که دسترسی داشته باشیم از پاکستان، برای مردم ما گل عرضه میکنیم، گل میاریم و یا بسیار یک استقبال گرم دارن از گل. همیشه امروز باز برادرایی است که حتی پیسه ندارند می گلخانه میاین، اما مثل گفته هم خمار خود میده میکنن. ما خوش میشیم که می جوان حتما نداره یا بودجه ضعیف است، یا گل نمیتونه گرفته دیگه. بسیار خوش هستیم از مردم خود. رادکیرانی است، ملکه شب است، جریبند است، لیلی مجنون است، فلاکس است، گل خوشبوی است، گل است، هر نوع گل که باشه ما از شمالی ای مزار شریف ای قندوز ای تخار اینجا وارد میکنیم، همینجا سودا به فروش میرسانیم. یعنی جریبند زیاد فروش داره و گلبرگ فروش داره و پتینی است، اینمی نوع گلا را بسیار میخره، به قیمت مناسب هم است. بغلان خلک ګلانو سره ډیره علاقمندي لري او غواړي چې د اختر مخه د خپل میمنخانې خپل تفریحګاهونه د په ښو ګلانو باندې وکري او ښایسته یې کړي او د اختر مخه د خلک د همدې لپاره کوشش کوي چې ګلان واخلي وکري او سرسبزي جوړه کړي. دا د ټولو وظیفه ده چې هر سړی په اقل که ډېر نه کیني یو نیالګی باید کینی. د ګلان نه یو ګل باید کور ته ویسي وکري چې دغه کور محیط پې برابر شي او زیست پې ښایسته شي. دا د ټولو خلکو وظیفه ده، باید وظیفه یې وګڼي. این در حالی است که از 2.5 سال به این سو امنیت به شکل اساسی در کشور تأمین شده است و مردم افغانستان روزهای عید را در فضای امن جشن میگیرند. بیننده های عزیز، این بود راپورتاج ویژه پیرامون فضیلت عید سعید فطر و رسم و رواج های مردم ولایت بغلان که خدمت شما عزیزان پیشکش نمودیم. تا راپورتاج های دیگر از ولایت بغلان، خدا نگهدارتان.